واتفقوا على أن المضحي معمور أن يأكل من لحم أضحيته ويتصدق. علما اتفاق کردند که شخصی قربانی کننده وظیفه‌دار است، امر شده است از جانب الله و رسولش که خورد، از قربانیش خورد. الله تعالی در قرآن کریم گفته است که فکلوا منها، از همین قربانی که کردید خورید. این فرمان است. و پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتند که کلو، از قربانی خود بخورید. فرمان است. الله و رسولش فرمان داده است. یعنی شخصی قربانی کننده وظیفه دار است که از قربانی خودش خورد. در سوره حج آیه 28 الله تعالی میگه که فکلوا منها و اطعموا البائس الفقیر، از گوشت قربانی خود خورید و از همان به شخصی فقیر هم طعام دهید. یعنی همسایه ها فقیرها باشد، شناس ها باشد، فریاد کنید یک پخته تیدم اطعمو، شما طعام دادید الکی. یا اینکه خامش دهیدم، یعنی شما طعام دادید. در سوره حج آیه 28 الله تعالی میگه که فکلوا منها، از گوشت قربانیتون خورید. است از امر فرمانی سبوک. فرمان امر از سفارش است لیکن سبوک است. از گوشت قربانیتون خورید. همین یکم جای مشقت دارد. به قول یک دامله استراحشنی که میگن که من از امرهای الله تعالی همین کلو و اشربوش دوست میدارم. از فرمانهای الله تعالی کلو و اشربوش دوست میدارم. خورید نوشید. یعنی الله تعالی نماز خوانید، جهاد کنید، پدر و مادر نیکی کنید، خیر کنید، صدقه کنید، گفته از زکات دید، لیکن در بین آنها خوریدش هم هست. فکلوا منها، از گوشت قربانیتون خورید و اطعموا البائس الفقیر، به شخص بیچاره و محتاج و فقیر طعام دهید و هم خورانید. همیشه در سری دسترخوان با کمبغل ها نشستن فراموش نکنید. حتی بعضی حدیث ها هست که انما تنصرون و ترزقون، یا که در بعضی لفظ ها هل ترزقون و تنصرون الا بضعفائکم، شما مگر یاری داده می شوید و رزق داده می شد مگر هم به سبب همین بیچاره ها. چخیل؟ یعنی به بیچاره ها طعام می دهید، به بیچاره ها معامله نیک می کنید. پیامبر صلی الله علیه و سلم یا آدم بسیار آدمی کمبغلی، ناداری، بیقدر بود. آمدن یک روز خبرگیری، لیکن پیامبر صلی الله علیه و سلم دوست می داشت. خبرگیری آمدن که نبود است در خانش. بعد بازار اشاره شد که در بازار است. بازار رفتن. وقتی که در بازار رفتن همین چیزای معده می فروخت. چیزایی که مثلا یک سامان به 10 دایکو، چیزای معده اهم ارزان ترین چیزای در بازار می فروخت. از قفاش آمدن خیلی قپ میدن کتفشو، من یشتری العبد، من یشتری العبد، کی غلام میخرد، کی غلام میخرد. گفتن صلوات الله و سلام علیه. یعنی زمانی که در بازارها غلامو فروخته میشد، کی غلام میخرد، کی غلام، که آدم آزاد بود، آزاد کمبغل. بعد غضب کرد که گفت کی من این خیلی غلام میگد. همین خیلی با قهر و غضب میگد نگاه کردم که ناگاه رسول الله صلی الله علیه و سلم بود. در حال میگد که اذن تجدنی کاسدا یا رسول الله، اگر این خیلی باشد مرا سودای کساد میابید یا رسول الله. سودای کساد یعنی باری خریدار ندارد کو، بازار خر نده، باری بازار ناخر. اذن تجدنی کاسدا یا رسول الله، اگر من غلام شما باشم و شما مرا واقعا در بازار فروخته نشید، سودای کساد یا رسول الله، هیچ کی نمیخره، هیچ کی در کار نیستم. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه ولکنک عند الله غالی، لیکن تو در نزد الله تعالی قیمت هستی. اگر چند که مردم تو را قدر نمیکند، تو در نزد الله تعالی. این سخنا رو پیامبر صلی الله علیه و سلم فقط برای دلبرداری نمیگفتند. از آن پیامبر صلی الله علیه و سلم حق است. اگر خواهند که یک آدمی گنده دل برداری کنند، دیگر خیلی یعنی که چیزی نبودگی نمیگفتن خرسان شود. گفته
دروغ نمیگفتن. یعنی این آدم واقعا در نزد الله تعالی قیمت بود. هست بعضی آدمایی که آدمای بد بودن، لیکن وقتی به نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم میومد معامله نیک میکردن. همچون خیر و احسان از جانب پیامبر صلی الله علیه و سلم به همین آدمی بد. یعنی این آدم سزاوار نیست برای این خیلی معامله های زیبایی، لیکن سزاوار نباشدن میدادنده. همچون سخاوت، یعنی سخاوت فقط در مال نیست. مثلا یک آدم نمیتوند قاش و قواقش کشاد کرده معامله نیک کند یک آدم کدی، مخصوصا دیگر کسی میتوند یک آدم نمیتوند. یعنی همین هم از سخاوت است، چون که نیکی خودتون به مردم میرسونید و نیکی فقط در پول و مال دادن نیست. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه گاه آدمی که خلقش زیبا هست برابر یا از درجه صائم و قائم میگذاره. یا آدم روزه میداره، شبها نماز میخونه، لیکن معاملش با مردم بیزیب. لیکن این آدم خوش معامله با مردم است، درجه قائم و صائم به رسیده میبیاد. آدمی روزه دار و شبها نماز خوان به برابر میشه. خلق نیک، معامله نیک. خلاصه یکی از فضیلت‌های بزرگ هم نشست شدن در سری دسترخوان با کمبغل‌ها. خاصتا من روزهای عید قربانی کردید، فریاد کنید یا مرحمت آدما بیان گوشت پخته مانید خورد کمبغل‌ها و در برش نشسته با کمبغل نشستن این بسیار فضیلتی خوب دارد. خب آیت دیگر در سوره حج آیت 36 الله تعالی میگه که فاذا وجبت جنوبها فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر. این درباره شتر است. وقتی که شتر را باید راست ایستاده کشند. بعضی قصابا به همین سنت ها رو نمیدونن، شتر را بسته خوابانده میکشند. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمان دادن که راست ایستاده حالتش بکشته شد، چون که وی با راحت خونش میبرد، بسیار راحت میکند قربانی. و بنابراین بعضی صحابه ها گفتن که ابعثها، سرته گفتن. یک قصاب دیدن که خوابانده مانندی گاو و گوسفند میکشت، سرته گفتن یک پاشه بندد مایلش، 3 پاش کشودگی است. سنت محمد صلی الله علیه و سلم یا سنت ابی القاسم صلی الله علیه و سلم، سنت ابو القاسم صلی الله علیه و سلم، سنت پدری قاسم صلی الله علیه و سلم. بنابراین فاذا وجب جنوبها، الله تعالی که وقتی که شتر به زمین می افتاد، گفت وقتی که شتر رو نحر کرده میشد، شتر می افتاد به زمین. وقتی که به زمین افتید یعنی جانش که برآمد، فکلوا منها، از گوشش خورید، و اطعموا القانع والمعتر، و شخص قانع و شخص معتر هم دهید. قانع آن آدمی که از مردم گدایی نمی کند، چیزی که دارد به همون چیزی که دارایی دارد قانع است. والمعتر آدم می پرسد، معتر آدمی پرسنده هست، یعنی شرایط ندارد بر زمین با اومده از دیگران می پرسد، یاری می پرسد. هم اینش بدهید، همون آدمی که قانع هست نمی پرسد از آدم ها، وای به هم دهید.